سلام، من رضا هستم و این اولین اپیزود از پادکستی که شاید ماهاست باید شروع می‌کردم. خیلی همیشه بهم میگفتن صدات خوبه چرا پادکست نمی‌سازی، ولی راستش همیشه یه چیزی کم بود، ایده. تا اینکه فهمیدم بزرگترین چیزی که دارم تجربه مهاجرتم. من دقیقاً تو همون نقطه‌ای وایسادم که خیلیاتون الان هستید یا شاید قرار بعداً باشید. دو دل، خسته، هیجان زده، ترسیده، امیدوار، همش با هم یه میکسیه که یه مقدار عجیب غریبه. توی این اپیزود میخوام خیلی صادقانه برات بگم از کجا شروع شد، چرا مهاجرت کردم، چرا هیچکس واقعا نمیتونه تو رو واسه مهاجرت آماده کنه و غیره. بذار از اول شروع کنم. من مهاجرت رو انتخاب نکردم، بهم تحمیل شد. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی تو زندگیت هست که حس می‌کنی نمیتونی بمونی، نه اینکه کشورت بده ها، نه، ولی انگار سقفی که بالا سرته دیگه کم کم کوتاه میشه. منم دقیقاً اون موقع بود که فهمیدم اگه حرکت نکنم زندگی من همینجا میمونه، همین شکلی، همین جایگاه، بدون تغییر. و این چیزی نبود که من بخوام. من نمیخواستم یه زندگی نرمال و ساده خوب داشته باشم. من دنبال چیزای دیگه‌ای بودم. خیلی به موزیک علاقه داشتم، مخصوصا موزیک رپ. ولی میدونید که توی ایران جایگاه درستی نداشت، هنوزم نداره. به ورزش علاقه داشتم و خیلی هم استعداد داشتم، ولی میدونید که توی ایران به هنر و ورزش به اندازه‌ای که باید اهمیت نمیدن. و من فکر می‌کردم اگه برم توی کشور دیگه شرایط تغییر میکنه، ولی یه چیزی رو در نظر نگرفته بودم. بله، شرایط تغییر میکنه، ولی برای کسی که از سن پایین‌تر اونجا باشه، برای کسی که حمایت خانواده‌شو داشته باشه، برای کسی که متعلق به اون کشور باشه. البته نمیگم وقتی اینا رو ندارید هیچ اتفاقی نمیفته، شما بازم ممکنه برید و موفق بشید، ولی خیلی سخت. تو ایران کار مدلینگ هم کرده بودم، به نظرم جالب بود به عنوان یه سایت جاب، یه شغلی کنار شغل اصلی، ولی میدونید که اونم توی ایران غیر قانونی بود. حالا بیشتر برای خانوما، ولی برای آقایونم کار کم بود و احساس می‌کردم اگه برم خارج از ایران شاید پروژه‌های بیشتری بتونم بگیرم. حالا مشکلات دیگه‌ای که همه آدما رو اذیت می‌کنه، منم اذیت می‌کرد. مشکلات اقتصادی، محدودیت‌ها، نداشتن یه سری آزادی‌ها و یه سری چیزایی که توی ذهنم بود، مثل بقیه منم اذیت می‌کرد و دیگه تحمل نداشتم. یه جورایی میشه گفت تو لحظه تصمیم گرفتم. یه ترکیبی از هیجان، ترس، خشم، اینا همه با هم جمع شده بود. انگار تمام چیزایی که رو مخته توی این چند سال با هم جمع میشه، بعد یه جا میترکه. تو ذهنم فقط یه جمله بود: اگه نری شاید همیشه حسرتش تو دلت بمونه. خیلی مصمم بودم، انگار مطمئن بودم که میرم و موفق میشم، ولی این اصلا تصمیم عاقلانه‌ای نبود، کاملا احساسی بود. انگار بیشتر دوست داشتم برم که اینجا نباشم و نمیخواستم فکر کنم که آیا من زبان بلدم، کار پیدا میکنم، اصلا میتونم خودم رو تطبیق بدم با فرهنگ اونجا، شرایط اونجا. اصلا به اینا فکر نمیکردم، فقط باید میرفتم. بچه بودم دیگه، درست فکر نمیکردم. حالا جالب، دوستان بهم میگفتن تو خیلی آدم جسوری هستی، آفرین، ما بهت افتخار میکنیم، واقعا عجب جرأتی داری. نه، جرأت نداشتم، خوب فکر نکردم و این باعث میشد که من اصلا نترسم و خیلی راحت رفتم فرودگاه. وقتی که رسیدم فرودگاه تازه فهمیدم چه اتفاقی داره میفته. انگار جو فرودگاه و آدمایی که اومده بودن منو ببینن خیلی تحت تاثیرم قرار داد. اونجا فهمیدم که خیلی تصمیم مهم و بزرگی گرفتم. چجوری انقدر راحت تصمیم گرفتم؟ چجوری میخوام این همه آدم و خانواده‌مو بذارم برم؟ از اونجایی که آدم خیلی اجتماعی بودم و دوستای زیادی داشتم، 17 نفر اومده بودن فرودگاه، چون همه میدونستن من دیگه برنمیگردم. اون 17 نفر جوو برای من سنگین‌تر کرد. نگاهشون میکردم من این همه آدمو میخوام بذارم برم. تا قبلش فکر میکردم من چیزی برای از دست دادن ندارم، ولی هیچ وقت نمیدونستم که آدما بزرگترین سرمایه زندگی یه نفرن. حالا خانواده که کلا بحثش جداست. حالا از همه اینا سخت‌تر دیدن اشکای پدرم بود. این صحنه رو فقط موقعی دیدم که مادرشو از دست داده بود. خیلی برام سنگین بود. احساس گناه میکردم. احساس میکردم پدرمو اذیت کردم. همین الان که دارم راجبش صحبت میکنم بغض کردم. واقعا صحنه‌ای بود که هیچ وقت یادم نمیره. حالا بگذریم. نشستم تو هواپیما، رسیدم استانبول. یکی دو هفته اول زیبایی شهر، متفاوت بودنش خیلی واسم جذاب بود و خیلی خوشحال بودم که مهاجرت کردم. هوا هم خوب بود، آخرای تابستون بود. گفتم میرم دنبال کار. برنامه این بود که با اتوبوس برم مرکز شهر. خونه یکی از دوستان میموندم که خیلی تا مرکز شهر فاصله داشت. میرم مرکز شهر، ارزون ترین غذا رو میخورم، پول سیو میکنم، فقط دنبال کار میگردم. همزمان دنبال خونه هم میتونم بگردم. تو موقت پیش دوستم بودم. آخرای شهریور بود و دیگه سال تحصیلی داشت شروع میشد. همه جا معلم گرفته بودن. من داشتم فکر میکردم میتونم معلم زبان باشم، چون واقعا هستم و نیازی به زبان ترکی ندارم، ولی هیچ جا منو نمیگرفت. گفتم میرم کارهای دیگه. سمت هتل‌ها رفتم، گفتم از زبانی که بلدم استفاده کنم. بازم کسی منو نمیگرفت، چون ترکی خیلی مهمتر از زبانهای دیگه بود، چون تو داشتی توی ترکیه زندگی میکردی. مهاجرت باید یه کاری میکنه که انگار دوباره باید حتی راه رفتنم از صفر شروع کنی. یه روز از روزای اول مهاجرتمو هیچ وقت یادم نمیره. خونه اجاره
کرده بودم تنهایی. پول اجارهشو نداشتم، کارم پیدا نمی‌کردم، زبان بلد نبودم، هیچ کس رو نمی‌شناختم و داشتم فکر می‌کردم که چرا مهاجرت کردم، نکنه اشتباه کردم. از همه بدتر این بود که یه نفر نبود بهم بگه داداش درست میشه، نرمال، نگران نباش، من هستم، درستش می‌کنیم. تنهایی از همه چی بدتر. اونجا بود که عمق فاجعه رو درک کردم. فهمیدم مهاجرت فقط جابجایی نیست، پوست انداختنه. انگار هویتت عوض میشه، کلا یه نفر دیگه میشی، همه چی ریستارت میشه. این یکی از چیزاییه که معمولا کسی بهت نمیگه، چون هیچکس دوست نداره راجبش صحبت کنه. جزء روزای بد آدمه. چرا باید راجبش صحبت کنیم؟ سعی میکنیم فراموشش کنیم، ولی هیچ وقت فراموش نمیشه. کسی بهت نمیگه بعضی وقتا گریه میکنی، کسی بهت نمیگه که ممکنه حس کنی هیچ چی نیستی. اینا حقایق مهاجرت. ولی همین دردا، همین سختی‌ها، مشکلات آروم آروم تو رو میسازه، یه آدم بهتر ازت میسازه. چرا؟ چون من اعتقاد دارم وقتی آدما تو شرایط سخت قرار میگیرن تازه پتانسیل واقعی خودشون رو رو میکنن. انگار واسه اولین بار تو زندگیت نیاز شده که به خودت ثابت کنی چقدر قوی، چه کارهایی میتونی بکنی، چقدر میتونی مقاومت کنی و چقدر میتونی پیشرفت کنی. مهاجرت بهت یاد میده قوی بودن یه انتخاب نیست، یه ضرورته. بعضی وقتا واقعا لازمه. ارزش واقعی خانواده و دوستای خوبت هم توی مهاجرت میفهمی. من نمیگم بعد از مهاجرت دوست خوب نمیتونی پیدا کنی، یا پیدا میکنی. منم پیدا کردم، شاید خیلی بهتر از دوستایی که توی ایران داشتم، ولی احتمالش خیلی کمه. طبق یه سری تحقیقات 50% از مهاجرات تو 2 سال اول احساس تنهایی، افسردگی یا بحران هویت رو تجربه میکنن. اینا نشون میده که این چیزا کاملا نرماله، ولی نباید طولانی بشه، نباید به جای باریک کشیده بشه. باید ازش گذر کنی. خانواده پا شدن اومدن استانبول ببینم وضعیت من چجوریه، اگه وضعیتم خوب نیست منو برگردونن ایران. منم 23 سالم بود، بچه بودم، باید میگفتم چش. یه کار نیمه وقت توی آموزشگاه پیدا کرده بودم، تدریس به کودکان 6 تا 7 ساله که اصلا دوست ندارم و واقعا کار سختیه. و فکر کن زبانشون ترکیه، تو ترکی بلد نیستی، میخوای با انگلیسی بهشون انگلیسی یاد بدی و اونام بچه‌ن. ولی گفتم اشکال نداره، پولش اندازه پول تو جیبی هم نبود، ولی رفتم به خانواده گفتم که من کار پیدا کردم. یه جعبه شیرینی هم گرفتیم و با هم جشن گرفتیم و چند روز بعدش هم برگشتن ایران. من دیگه خونه اجاره کرده بودم ولی پول اجاره رو نداشتم. بازم دنبال کار گشتم، یه آموزشگاه دیگه کار پیدا کردم، خیلی دور بود و اونم دوباره همین حالت اندازه پول تو جیبی میداد. گفتم اشکال نداره، اینم قبول کرده بودم. صبح تا شب کار میکردم تا یه آگهی استخدام دیدم. آگهی استخدام توی دانشگاه بود. گفتم 100% تا الان گرفتن دیگه. خیلی ناامید بودم، با ناامیدی رزومه‌مو فرستادم. 2 روز بعد بهم زنگ زدن گفتن بیا مصاحبه. خیلی خوشحال بودم ولی یه ذرم استرس داشتم که نکنه کارو نگیرم. خیلی برام مهم بود. رفتم مصاحبه، خدا رو شکر کارو گرفتم، ولی یه مشکلی داشتم. اقامتم نیومده بود. در واقع هنوز برای اقامت اقدامم نکرده بودم، چون تازه اول مهاجرتم بود. بهم گفته بودن 3 ماه با پاسپورتت میتونی باشی، بعدش اقدام کن. چه عجله‌ایه. ولی اشتباه کرده بودن. من چون اقامتمو نداشتم اینا نمیتونستن به من حقوق بدن به صورت رسمی. فقط کارهای غیر رسمی بود که حقوقتو میتونستی بگیری. خلاصه من 5 ماه بدون حقوق اونجا کار کردم، همزمان توی 2 تا آموزشگاهی که خیلی از هم دور بودنم کار میکردم. یعنی ساعت 6 صبح میزدم بیرون، 12 شب میرسیدم خونه و این تکرار میشد. تو این مدت خواهرم یه بار اومد استانبول، من حتی نتونستم یه ذره تایم بگذرونم با خواهرم. هیچ جا نتونستم ببرمش، شرمنده شدم. مجبور خودش تنهایی بره بگرده شهر رو، ولی دیگه چاره‌ای نبود. اول مهاجرت بود و سختیای زیاد. بعد 5 ماه که تمام حقوقمو بهم دادن، دیگه از اون آموزشگاه ها اومدم بیرون. همه چی داشت خوب پیش میرفت. یه خونه جدید گرفتم، تنهایی زندگی میکردم و دیگه دستم خالی نبود تا اینکه یه اتفاقی افتاد. به نظرتون چی شده؟ کرونا. تا اومدم یه ذره از زندگیم لذت ببرم، کووید شروع شد، خونه نشینی‌ها شروع شد، هیچ دوستی نداشتم، تنها بودم، همینجوری توی این کشور غریب بودم. حالا بیرونم دیگه نمیتونم برم. خیلی افتضاح. فقط یه خوبی داشت، شغلمو از دست ندادم، چون تدریسو میتونستیم آنلاین انجام بدیم و من حقوق داشتم تمام این مدت که اگه نداشتم مجبور بودم برگردم ایران. خلاصه همه اینا گذشت. من توی این چند سال هر کاری که دوست داشتمو کردم. موزیکی که می‌خواستم ادامه بدم ادامه دادم. حتی تونستم توی دانشگاهی که تدریس میکنم 2 بار روی استیجش اجرای زنده داشته باشم. برای من خیلی چیز بزرگی بود و واقعا خاطره خوبی بود. کارهای مدلینگ انجام دادم، بازیگری تیزر انجام دادم. الان دارم بازیگری سریال انجام میدم که واسه من که میخواستم کارهای هنری بکنم اینا پیشرفت بزرگی بود. ورزشو ولی به خاطر سنم دیگه به صورت حرفه‌ای ادامه ندادم. به عنوان یه بخشی از لایف استایلم کنار زندگیم نگه داشتم. پیج اینستاگراممو احتمالاً دیدید. اونم یه بخش بزرگی از زندگی منه و این پادکستی که الان دارید گوش میکنیدم
بخش جدیدی از زندگی منه که تازه اضافه شده. من نمیگم اینا رو توی ایران نمیتونستم انجام بدم، ولی احساس میکنم مهاجرت خیلی تاثیر داشت که تو احساس کنی که من برای چی اینجام، برای این کارا، پس یه تکونی به خودم بدم، چرا این کارا رو انجام نمیدم، پشت گوش نندازم، حتما برم سراغشون، یا حالا یه مقدار محدودیت کمتر هم میتونی داشته باشی. اینا خوبیای مهاجرت بود. بدیای زیادی هم داره. باید ببینی کدوم طرف ترازو برای تو سنگین‌تره. نسبت به شرایط خودت باید انتخاب کنی که مهاجرت بکنی یا نه، یا وقتی که مهاجرت کردی چیکار کنی، چه جوری کنار بیای با اون همه مشکلات و سختی. من بهت پیشنهاد میکنم که بعد از 3 سال 5 سال بعد از یه مدتی برگردی ایران، اون جایی که بودی، شغلی که داشتی، خونه‌ای که بودی، رفیقایی که داشتی، همه چی رو با هم مقایسه کنی با چیزی که الان داری. اگه پیشرفت رو احساس کردی، مهاجرت درست بوده، بهت تبریک میگم. اگه نه احساس کردی که هر چی داشتی و از دست دادی، چیز جدیدی هم نتونستی به دست بیاری، یا داری زود قضاوت میکنی، یا واقعا مهاجرت به درد تو نمیخورده، یا تصمیمای اشتباهی گرفتی. بالاخره آدم باید قبول کنه بعضی وقت شاید برگشتن به صلاحت باشه. ولی تجربه شخصی من متفاوت بود. وقتی برگشتم ایران، دوستان میگفتن ما باورمون نمیشه که این رضای خودمونه داره این کارا رو میکنه. این نشون میده که حتی اونا هم نمیدونستن که پتانسیل من چیه، من چه استعدادایی دارم، چه کارایی میتونم بکنم. خودم هم نمیدونستم. مهاجرت کمکم کرد خود واقعیمو پیدا کنم. ممکنه برای آدمای دیگه متفاوت باشه، ولی تجربه من اینجوری. پس در نتیجه از مهاجرتم راضی‌ام. هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون رضایی که اون موقع بودم، به اون ورژن قبلی، به اون ورژن چند سال پیش. این نشون میده که مسیر درسته. شما میتونید همین رو در نظر بگیرید. امیدوارم که مسیر شما هم درست باشه. اگه بخوام این اپیزودو با یه جمله تموم کنم، باید بگم مهاجرت تو رو نمیسازه، ولی مجبورت میکنه خودتو از اول بسازی. من این پادکست رو ساختم تا اگه تو هم مسیر شبیه من داری تنها نباشی. مرسی که این اپیزودو گوش کردی. اگه با چیزی همزاد پنداری کردی یا تجربه‌ای داشتی که من راجبش نگفتم، دوست دارم بدونم. امیدوارم همیشه هر جا که هستی با هر تصمیمی که میگیری موفق باشی. خداحافظ.